امروز در این درس یک چند سوال‌ها از حاصل کار می‌کنیم و بعد به اینتگرال می‌گذاریم. از سوال‌های گشاد فункция داشته است ریشه مدلی حاصل این فункция به 24 برابر است. ریشه مدل رو یابیم می‌گوید. بیاین اول حاصلش رو گیریم. ریشه حاصل این فункция چی میشد؟ 8 پایان می‌رود 3x - 23 در درجه 7 ضرب 3 حاصل درونی قوس. من در درس پیش هم فهمونده بودم. بعد چیکار میکنیم؟ اگر اینو ما ساده تر کرده نویسیم 8 و 3 رو ضرب نمبر 24 میشود 3x - 23 در درجه 7 با این حاصله فункция. و ما میدونیم که دو شده است که حاصله فункция به چی برابر است؟ به 24 برابر است. یعنی این مدل باید کار کنیم. چی میشود؟ 24 و 24 اختصار اگر شود از اینجا معلوم شد که 3x - 23 درجه 7 برابر 1 است. این در کدام حالت درست میشود؟ وقتی که درون قوس به 1 برابر است. یعنی یک عدد درجه 7 به 1 برابر، یعنی معنی دارد که درون قوس به 1 برابر است. یعنی 3x - 23 برابر 1 است و از اینجا معلوم میشود که 3x برابر 24 و x برابر 8 میشود. جواب ما 8. مدل رسانده که خط راست است ax جنبه به گرافیک فункция در نقطه همین داشته قیمت سه جنبه رو یابیم. یعنی اول ب رو یابیم، همین مدل خط رسانده رو باید یابیم. اول به ما چی لازم است؟ اول که ما در اینجا حاصل باید استفاده بریم، به ما یک نقطه لازم است. نقطه داشته است، لیکن نیمه نقطه ما میدونیم که y کوردینات هم دارد. یعنی y کوردینات چی میابیم؟ درون فункция میمونه. یعنی جای x اگر 1 مونه 8 ضرب 1 در کوادرات minus 4 ضرب 1 این برابر چی میشود؟ 8 - 4 میشه. یعنی نقطه ما 1 و 4 است. بعد چیکار میکنیم؟ ما باید همین a رو یابیم، کوفیشنت x رو. کوفیشنت x هم وقتی چه یافته میشود؟ در خط رسانده حاصله فункция رو میگیریم. اما وقت این برای a رو یافتم، این میشود 16x - 4. بعد جای x 1 رو میمونیم که نقطه داشته است. 1 میمونیم. ما با همین طرح کوفیشنت x a رو میابیم. یعنی اگر جای x ما 1 این نقطه داشته 1 رو مونیم، این میشود 16 ضرب 1 minus 4 ضرب 1 و برابر 12 میشود. از اینجا چی یافتیم؟ مقسیم بود در اینجا a برابر 12 شد. کوفیشنت x باید 12 برابر است. اکنون میدونیم که خط رسانده چه نقطه است؟ چه خط است؟ 12x جمع b. ما ولی b رو نیافتیم. b رو با چی میابیم؟ با یوریم این نقطه‌ای که در اول ما پورا کردیم با نقطه 1 و 4. چون که نقطه هم در فункция است، در همین پارابولا و در خط رسانده هم یک نقطه دارند. چون که رسانده یک نقطه عمومی دارند. و اگر جای x بگیریم این نقطه رو مونیم چی میشه؟ 4 برابر است 12 ضرب 1 جمع b. از اینجا b چی برابر میشه؟ b برابر minus 8. یعنی خط رسانده ما 12x minus 8 میباشد. لیکن از ما این چی نمیپرسد؟ از ما چی میپرسد؟ قیمت 3a جمع b رو یابیم. از اینجا ما 3 ضرب a میکنیم 12 جمع minus 8 36 minus 8 برابر میشد به 28. یعنی ما به 28 برابر میشود. مثال نوبتی x49 فункция داشته چند نقطه اکستریم داره. نقطه اکستریم چی است؟ ریشه‌های حاصله. یعنی شما باید اول حاصلش رو گیریم. این چی میشود؟ 1x در درجه 3 minus 3x کوادرات جمع 2x، یعنی با ساده تر کنیم x کوب minus 3x کوادرات جمع 2x. این حاصله است. وقتی از نقطه اکستریم میپرسد ما باید ریشه های حاصله رو یابیم. یعنی ریشه های x کوب minus 3x کوادرات جمع 2x برابر 9 میکنیم و این ریشه ها رو میابیم. اول چون x رو از قوس بیرون گیریم، این میشه x کوادرات minus 3x جمع 2 میشود برابر 9 و بعد این هم در قوس با یوری دیسکریمینانت کار میتونیم یا اینکه با قوس ها جدا کنیم x minus 2 x minus 1 برابر 9 میشود. و از اینجا سه نقطه اکستریم دارد. یعنی x برابر 9 است، x برابر 2 است و x برابر 1 است. سه نقطه اکستریم. بعد ماکسیموم، مینیموم و رو در درس‌های پیشین فهمیده بودم. اکنون با اینتگرال رو کار کنیم. در اینجا مساوات شکل به فیگور داشته است فقط با فункция. این نمونه سوال رو چیکار کنیم؟ یعنی من فункция رو همه سوال رو تفتیش کنم. فункция مشکل نیستن. برای آسان شدن هم وقت حرکت کنیم تصویر کنیم شکل رو. مثلا در اینجا چه مسئله شکل با خطهای راستی خطهای راست خطهای y برابر 2x. یعنی y برابر 2x تخمینا
شکلش چقدر است؟ از مرکز میگذارد این 2x و بین y9 و x5 بگذارید باشه. از شما در اصل چی میخواد؟ مساوات می سکنجه رو ببینید. مساوات سکنجه هستیم. یعنی با روی اینتگرال البته کار میکنیم. با روی اینتگرال چون کنیم در اینتگرال بین 9 و 5 برای چی y9 گفتگه من نمیدونم و 2x dx رو میمونه. از اینجا اول اینتگرال میبینیم x کوادرات البته بین 9 و 5 این برابر چی میشه؟ 25. جوابمون 25 است. با ایوری سکنجه هم تفتیش کرده میتونیم. بلندی سکنجه چی است؟ 5 باشه بلندی 10 میشود. مساوات سکنجه من بلندی ضربی است تقسیم 2 25 جوابی درست است. مساوات شکل با خطهای y برابر مینوس x biz در بسیار کتاب‌ها x برابر 0 میگه در اینجا y برابر 0 خیلی فرق نداره. بیاین تصویر کنیم. چه شکل میگیرد؟ مینوس x از مرکز میگیرد. خطی راست است البته یعنی من کمتر کج شد. بین 9 و 8 در اینجا این میشود. وقتی ما اینتگرال کار میکنیم یا کنیم دقت کنیم وقتی کار میکنیم جوابی مینوس میگیریم. سبب اون برای چی مینوس؟ مساوات مینوس شده نمیتونه. اینتگرال مینوس شده نمیتونه. معنی دارد که مساوات شما در پایین خطی x است. برای مینوس است. بیایم با اینتگرال مثلا کار کنیم چی میشه؟ مینوس x dx بین 9 و 8 این رو اگر کار کنیم چی میشه؟ مینوس x کوادرات تقسیم 2 اینتگرالش کنیم بین 9 و 8 و اگر 8 رو بونیم به چی برابر است؟ مینوس 64 تقسیم 2 مینوس 0 یعنی این مینوس 32. ما میدونیم که مساوات مینوس شده نمیتواند. این فقط اینتگرال مینوسه. معنی اون است که مساوات شما در پایین x خطی x کاردینات x است. از اینجا هم کار کرده میتونیم. مثلا با سکنجه است 8 رو مونیم اینجا بلندی مینوس 8 میشود یعنی کاردینات مینوس 8 ضرب 8 تقسیم 2 با 32 میشود. و این باید دقت کنیم مینوس ننویسیم. اینتگرال مینوس برام لیکن مساوات هم وقت باید مثبت شود. مساوات شکل با خطهای 12x کوب نوعی معادله حساب کنیم. یعنی شکل نکشیدم یعنی شکل کشیدم مهم است چون که بسیار سوال دیگرگون هم هستن از جهت مساحت. مثلا یک بار نوشته میتونه 12x کوب dx بین 9 و 2 وقتی این ما اینتگرالش رو کار کنیم به چی برابر میشد؟ 3x در درجه 4 9 و 2 و بعد اگر 2 رو مونیم 3 ضرب 2 درجه 4 مینوس 3 ضرب 9 میشود 16 48 به 48 برابر میشود. اگر خواهید شکل رو تصویر کنیم 12x کوب تخمینا میشود بین 9 و 2 میخواد بین 9 و 2 یافتیم. اگر مثلا بین مینوس 2 بین مینوس 1 و 2 شود البته در اونجا دیگر نمودی دیگر چی باید فکر کنیم چون جدا کنیم باید اینتگرال چون که بین در اینجا میبینیم که در اینجا اینتگرال مینوس است. این به شما مساواتی عمومی رو نمیدهد. این به شما جمع طرح این دو مساوات رو میدهد. باید به اونجا دقت کنیم.